بسیار خوب. ستاپی که برای این پروژه در نظر گرفته شده استفاده از یک LCD دایره شکل هست که البته تاچ مقاومتی یا تاچ خواندنی نداره و تمام آیتم های گرافیکی روی صفحه‌مون با کمک LVGL طراحی شده و توسط نرم افزار ایزد استودیو. ما برای این LCD یک MP3 پلیر می‌خوایم اجرا بکنیم. با توجه به اینکه تاچ مقاومتی یا تاچ خواندنی نداریم، از ماژول جویستیک می‌خوایم برای کنترل آیتم‌های گرافیکی روی صفحه استفاده بکنیم. برای رفتن به موزیک قبل و بعد میتونیم جهت چپ و راست ماژول جویستیک رو استفاده بکنیم. برای کم و زیاد کردن صدا میتونیم از جهت بالا و پایین ماژول جویستیک استفاده بکنیم و برای پلی و پاز موزیک هم میتونیم از دکمه وسط استفاده بکنیم. نشانگر لحظه‌ای در حال پخش موزیک رو در اینجا نمایش دادیم. شماره موزیک در حال پخش رو از بین همه موزیک هایی که در SD کارت قرار دادیم در اینجا نمایش دادیم و نشانگر میزان شدت صدای خروجی رو در اینجا نمایش دادیم. خب من موزیک رو پخش میکنم با استفاده از ماژول جویستیکم. صدا رو زیاد میکنم. حالا میتونیم صدا رو کم بکنیم. خب میتونیم موزیک رو پاوز بکنیم. همونطور که می‌بینید نشانگر لحظه‌ای در حال پخش موزیک هم در اینجا نمایش داده میشه. خب موزیک رو پاوز میکنم و دوباره پلیش رو انجام میدم. خب به موزیک بعدی میریم. خب این هم شماره موزیک در حال پخشمون هست. خب میتونیم به موزیک قبلی هم برگردیم. موزیک آخر لیست پخشمون رو در اینجا میتونیم پخش بکنیم. صدا رو زیاد میکنیم. بسیار خوب. پس ما تونستیم با استفاده از LVGL و یک LCD دایره شکل و با استفاده از یک ماژول جویستیک یک MP3 پلیر خیلی زیبا و حرفه‌ای رو بر روی این LCD دایره شکل خودمون اجرا بکنیم.